سلام، امیدوارم سال رو با تمام قدرت و عشق شروع کرده باشین و امروز هم که 13 به در بوده تمام بدی‌ها و غصه‌هاتون رو به در کرده باشین. من اینجام که تند و سری خودم رو معرفی بکنم و هدف پیجم رو بهتون بگم. من مژگان هستم، به همراه همسرم و دخترم نزدیک 2 ساله به کانادا اومدیم. اینجا کلاسای زیادی رو شرکت کردم که همشون حول محور خودشناسی و دوست داشتن بودش و این کلاسا باعث شدش که من برای دوست داشتن خودم شروع بکنم تغییرات جدی رو توی زندگیم بدم و مراقبت بکنم از خودم با اضافه کردن یه سری کارها و حذف کردن یه سری رفتارها که در نهایت مدیتیشن و شکرگزاری روتین اصلی زندگیم شد و روی کمالگراییم کار کردم که به حداقل برسونمشون، چون که ریشه همه اهمال کاریام بوده و باید به صورت جدی روی این قضیه کار بشه. اینجا هستم که تکرار بکنم، یادآوری بکنم تجربیاتم رو که یاد گرفتم و با شما به اشتراک بذارم، چون با دوستا و فامیل بعضیشون که صحبت میکردم چیزایی رو که یاد گرفته بودم میگفتم، با هم صحبت میکردیم، خیلی استقبال میکردن، خیلی خوششون میومد و یه جورایی به دلشون میشست. برای همین تصمیم گرفتم این کار رو بکنم که کنار هم دیگه با گام‌های کوچیک به سمت آگاهی، آرامش، عشق و همه چیزایی که دوست داریم پیش بریم. اول از همه باید روی سلف لاومون کار بکنیم، یعنی خودمون رو دوست داشته باشیم. تا خودمون رو دوست نداشته باشیم نمیتونیم بریم مرحله بعدی که برای مدیتیشن و شکرگزاریه و حالا کمالگرایی، حذف کردنشه، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس اول از همه روی سلف لاومون کار میکنیم و در نهایت در آخر دعاها و شکرگزاری هایی رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم و لذت میبریم. خدای مهربانم، تو را سپاسگزارم که مرا از تمام وابستگی ها میرهانی و مرا فقط دلبسته خودت میکنی. خدای عزیزم، تو را شکر از این روز زیبای دیگری که به من عطا کردی و فرصت قدردانی و شکرگزاری و لذت بردن از زندگی را به من بخشیدی.